تصویری که میبینی تصویر برادرمه که پای گیت فرودگاه امام خمینی وایستاده و داره همه مدارک رو تحویل میده. چرا؟ چون داریم میریم سفر به گرجستان و سفر به گرجستان از اون سفرهایی که یک عالمه مدرک باید شما داشته باشید، از جمله واچر هتل، $100 پول به ازای هر روزی که میخواید اونجا باشید، بیمه مسافرتی و بلیت برگشت و همه اینها رو دقیق واسهتون چک میکنن و اگر یک کدوم رو نداشته باشید ریجکت میشید و نمیذارن که توی پرواز بشینید. از ابرهای بسیار زیبا گذشتیم و رسیدیم فرودگاه باتومی گرجستان که البته در همون وهله اول چمدون من شکست. راستی سلام مردم زیبا، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. بعد رفتم این باجه لاستن فان و به هم یه دونه نامه دادن که ببرم هواپیمای آسمان توی تهران و خسارتم رو دریافت کنم. ترانسفر هتل اومد دنبالمون و اولین مواجهه ما با شهر این شکلی بودش که این شهر اصلا شهر مدرنی نیست و اتفاقا پر از ساختمون‌های کمونیسم شورویه. ساختمون‌های خیلی بلند با واحدهای بسیار زیاد که همشون شبیه همدیگن. زندگی توی باتومی کلا زندگی لوکال و آرومیه. اینطوریه که مردم استفاده بسیاری از بالکن‌های خونه‌هاشون میکنن، لباساشون رو روی بندرخت هنوز پهن میکنن و عاشق معاشرت و نوشیدن شراب و خوردن پنیرن. رفتیم هتل و اتاقی که بهمون داده بودن اتاق عجیبی بود. اتاق یه استخر سر خودش داشت و سونای خوش که در همون ابتدا باعث شعف و شور بسیاری در ما شد. ویو اتاق هم خیلی قشنگ بود، پر بودن از این خونه ها که بسیار وایب رشت و انزلی رو به من میداد. بعدش رفتیم توی شهر یه دوری بزنیم که هم پول چنج کنیم و هم سیم کارت بخریم که بتونیم اینترنت داشته باشیم. یه دونه مغازه بیکری تور دیدیم و ازشون چند تا چیز خریدیم که واقعا خوشمزه بود و قیمتش هم به نظر من خیلی مناسب بود. یه ساندویچش رو سیب زمینی داشت و اونای دیگه هم شیرین بودن که هر کدوم حدوداً 2-3 لاری بود و لاری 37,000 تومنه. در نهایت با خستگی زیاد برگشتیم هتل و خوابیدیم.